کریستالیزاسیا چیست؟ جداشوی ماده‌ها را از محلول هنگام پست شدن حرارت کریستالیزاسیا می‌نامند. سولوت‌ها چگونه ماده‌ها می‌باشند؟ ماده‌هایی که هنگام تأثیر متقابله شیمیایی ماده حل شونده با حل کننده حاصل شدند سولوت‌ها می‌نامند. اگر حل کننده آب باشد آنگاه این ماده‌ها را گیدرات‌ها می‌نامند. آب مقطر چیست؟ آبی که با راه تقطیر از غش‌ها تازه کرده شده است آب مقطر نامیده می شود. آنالیز چیست؟ اصول معین کردن ترکیب ماده مرکب توسط تجزیه آن و ماده های ساده آنالیز نامیده می شود. معنای لغوی آنالیز از کلمه یونانی آنالیزیس گرفته شده معنایش تجزیه می باشد. ایندیکاتور چیست؟ ماده هایی که زیر تأثیر محلول کسلات‌ها یا اینکه اساس‌ها رنگ خود را عوض می کنند ایندیکاتورها نامیده می شوند. به ایندیکاتورها کاغذ لکموس، متیل نارنج و غیره ها داخل می شوند. محلول کسلات‌ها رنگ ایندیکاتور یعنی لکموس را چگونه تغییر می دهد؟ در زیر تأثیر محلول کسلات‌ها رنگ ایندیکاتور یا لکموس سرخ می شود. محلول اساس‌ها رنگ ایندیکاتور را چگونه تغییر می دهد؟ در زیر تأثیر محلول اساس‌ها رنگ ایندیکاتور کبود می شود. چگونه محلول را محلول نیترالی می نامند؟ محلولی که اشقار و کسلات ندارد محلول نیترالی نامیده می شود. نام کسلات های بی اکسیژن به کدام فصایل به آخر می رسد؟ کسلات های بی اکسیژن و پسوند اید به آخر می رسد. و مثال کسلات خلورید، کسلات سولفید یا اینکه هیدروژن سولفید می باشد.